kapandı. Bir ben uyumadım, gözlerim yolda kaldı. Nerede kaldın babam? Tüm ışıklar kapandı. Bir ben uyumadım, gözlerim yolda kaldı. Babam, hadi gel uzaklardan, uyu da uyan hemen. Beni sen büyüt babam, babam. Hadi gel uzaklardan, uyu da uyan şimdi. Beni sen büyüt babam. Nerede kaldın baba? Ellerim bomboş hala. Bekliyor bak avuçlarım. Hemen gel uyanınca. Nerede kaldın baba? Ellerim bomboş hala. Bekliyor bak avuçlarım. Hemen gel uyanınca. Babam, hadi gel uzaklardan, uyu da uyan hemen. Beni sen büyüt babam, babam. Hadi gel uzaklardan, uyu da uyan şimdi. Beni sen büyüt babam, babam. بیا جانم گوش کن این قوطی رو با اون زن برده ده چیکار کنم بیبی؟ عالی جناب بود آفرین. یاسین هم بسیار خوب نواخت. تبریک میکنم. تشکری قیاس من. همه به خطاگی را دادم اما کسبی بودم آشکار نکردم. همین قدرش هم کفایت جانم. کنه اینجا بیا. شیرینکی منی. شما رو ممکن این را یک زن برای شما روان کرد. مگر این در دست پینور نبود؟ این رو کی به تو داد؟ یک زن ها در آنجا. سه ماه گذشت. حالا هم پدرم بیدار نشده است. لیکن ما هر روز به نزدشان میرویم. واقعه ها رو نقل میکنیم. کاش او هم با ما میبود. خودش هم اش را میدید. ینگه یاسمان با اسا راه گشتن رو یاد گرفته است. به نزدیکی فرزنددار میشود. دکتر گفت که بعد از آن زودتر راه میگردد. همه برای کودکان تیاری میبینند. Tüm ışıklar kapandı. Bir ben uyumadım. اما که امیر خیلی در هیجان است. بیبی هم میگوید که اما کم پیش از ینگه هم تولد میکنه. Babam, tüm ışıklar kapandı. Bir ben uyumadım. Gözlerim yolda kaldı. Babam, hadi gel uzaklardan, uyu da uyan hemen. Beni sen büyüt babam, babam. Hadi gel uzaklardan, uyu da uyan şimdi. Beni sen büyüt babam. گویا به خونه همون مرغ بخت نشسته باشد. چون اون خوشبختم که بابای ایهان سیاه شدن. با بیبی هم آشتی کردن. پگاه خونه دار می شود. اما بیبی هم خبر ندارم.
مادرم با بابایم سورپریز میکنن. همه اش را آماده کردن. توی در باغچه کلان میشود. امینه لباسی عروسی طلب کرده است. اگر پول رسد با او هم میخرم. Babam, hadi gel uzaklardan, uyu da uyan hemen, beni sen büyüt babam, babam, hadi gel uzaklardan, uyu da uyan şimdi, beni sen büyüt babam. مادر جان امیر در کشو. آهسته بابا. جانم خودت رفته میدونی یا تو رو برداشته برم؟ نه خوبم. چقر نفس کش. من زود ماشین رو گرم کنم. بیا دخترم بیا پسرم در کشو. حاضر میکشایم مادر جان میکشایم. بیا آهسته طاقت کن دخترم طاقت کن. آهسته با دقت باش. شد مادر ایستید من یاسمن رو میدارم. کنی این رو به من ده. بیا جان. شما باشن جزدان رو بیارید. آهسته در رو کشاید مادر جان. شد کنی بیا دخترم از در احتیاط شد. احتیاط باز به در نزند امیر. اکر بیا دوگونی کارو میارم. اونا کودک ها تولد میشوند. آهسته ما هم با شما میرویم. آهسته دخترم آهسته امیر احتیاط باشید. ایستید شما بعد همراه بابایتان میآیید. کنی این رو به من با من دهید مادر جان. زود سوار شود مادر جان. زودتر مادر جان. کنیم جزدان رو فراموش میکردم. خدا نگهبانت دخترم. سبیل بالا کلید است. یاسین زود دویده کلید رو بیار زودتر. حسین احمد جون. شد آرام شد. زودتر. در اینجا بود هست. شد جانکم. خدایا کمکش کن. تو بزرگی. پگاه توی است. کاش تو هم می آمدی. من شیم و کستوم سیاحت رو در زمان می کردم. اما بعد کرته کبوتت رو می پوشیدی. بزوری گاستوکت رو می بستم. تو باشی زود می برآوردی. میدونی برای امینه لباسی عروسی خریدم. با او وعده داده بودم که اگر پولمون ماند میخرم. حالا خبر ندارد اگر بیند خرسند میشود. لبای مادر جان. چی؟ مایلش من حاضر در بیمار خونم در نزد شرف. همین که آمدید زنگ زنید من زود به پایان میفرایم. مایلش خواطر نشوید. شرف مبارک شود. اماک میشوی. دوگانی کوی امیر تولد میشود. حیات پر از معجزه است. میبینی حالا یاسمن همراه میگردد. خیلی مشکلی ها رو پسی سر کردن. اکنون فرزندانشان تولد می شود. من هر روز دعا می کنم. خداوند معجزه‌اش را به ما هم نشان می دهد انشاءالله.
خسته نباشید. تشکر. کمی پیشتر ما رو دعوت کردند. فریده فگیل؟ بله. یک همشیرمان همینجا بود. خواست شما را جیغ زند. اگر خواهید همینجا انتظار شوید. شرف میفهمی که من همین جایم همین طور نه؟ اینجا بودنم رو حس میکنی. فریده هم حس میکند. من دیگر انتظار شده نمیتوانم. اگر باید باز دعوت کنید. مایلش فهمیدم. ببخشید. مرحمت. در انگشتی همسرم انگشترین بود. کمی پیشتر بر اومده بینم در انگشتش نیست. نمیدانم خانم. یعنی شما چی گفتن میخواهید؟ نه، شما ما رو نادرست فهمیدید. خواستم پرسم شاید شما اون رو برآوردید. من چرا برارم؟ آخر من انگشتری را چیکار میکنم؟ خبر گرفته میبرایم. با این حجره یگان نفر دیگر هم میدراید. با غیر از من دیگر هیچ کس به این حجره نمیدراید. تنها من میدرایم. شاید به زمین افتاده باشد. خوبش زمین ها را کوبید. اینش را هم حساب میکنید؟ خوب شده است. مرحمت، خوش آمدید. تشکر. 2300 لیره. این انگشترین رو نشون میدهید؟ البته. با فکرم گران برآمد. اگر خواهید اینش را هم حساب کنم. این موافق تر است. کدامش؟ انا این. مایلش 1800 لیره. اصلا نرخش آن طرفی است. برای همسرم چیز دیگری میخواهم. یعنی یک توفه منادار. با فکرم روزی مخصوص است. آسان نیست. بعد از 30 سال باز با هم یک جا شدن. میخوام یک چیزی باشد که آن را دیده مرا به خاطر آرد. هر دقیقه؟ هر ثانیه؟ اینطور باشد یک بار این را ببینید. همینطور؟ کنی بینم؟ نرخ این هم خوب است. اوه، خیلی عالی. مایلش حساب کنید. این را میگیرم. مایلش. در پسش وقت این عمر است. نوشته میتوانید. امروز آن کارمندمان نآمده است. پگاه بیایید. مایلش، اما دیر نشود. پگاه نکاح است. مرا به نزد عروسم دستی خالی نفرستید. خواطر نشوید. آماده می شود. انگشتری ها رو میبرید؟ بله. لبای دخترم در مغازه جواهرات. نه خود. خیلی خرسند شدم. مایلش زود میآیم. خرسندی بالای خرسندی. نبیردار میشوم باز دوگانیک. مبارک شود. چقدر شد؟ همش 2000. مایلش
6 7 8 مرحمت تشکر صبح و آب میخوریم تو بازدید روز بخیر روز بخیر. شما انتخاب کردید دیگرهایش رو هم برارم لازم نیست. از فکرم گشتم. من هم مثل همین جناب میخرم. مایلش چی کار کردی؟ یگان چیز رو فهمیدی؟ راست بوده است. پگاه خانه‌دار میشوند. داماد برای عروسش هدیه خرید. وای ایست ماشین میرونم بلنگو یک رو مونم وای این عشق رو بینا چشمونم پوری آب شدن با آسیا جانش چی خرید؟ دست مونه؟ یک چیز نازک. با آقای ایهان ذوق‌هایمان چنان مانند افتادن که من هم از همون سپارش دادم. تو هم؟ تو آن رو چیکار میکنی؟ آقای ایهان میخواهد که روزش فراموش نشونده گردد. من هم خواستم کمی به او کمک کنم. در درونش هدیه خودم را پنهان میکنم. وای خدمت‌های با دستی خالی نمیروم. انا همین طور خیلی وقت گذشت اکنون استراحت بس است همین طور نه؟ باید سر کنی باز اکنون آیلهشون کلان میشده است. خونیک‌های آه! امیر تولد میشن. یاسومن تولد میکنن؟ تو این رو بینا اگر میدونستم کمی دیگر در بیمارخانه انتظار میشدم تبریک کردم میبر اومدم البته اگر خواهش کنم از دای من یک هدیه خردکک میفرستی مشکل نیست. آخر این چند ساعت دوام میکند؟ تو این رو چی فکر کردی؟ من تو رو وقتی تولدت 3 شب و 3 روز در بیمارخانه انتظار شدم. مادر جان این همه قدر دیر دوام میکنه؟ البته جانم. گوش کن نباهد به جای آن که او را دل برداری کنی بسرم اهمیت نده. دعا کن تا فرزندانت را صحت و سلامت به دست گیری همه‌اش را فراموش میکنی. انشاءالله پدر جان انشاءالله. مادر جان ینگه یاسمین در درون است. چی شد همش خوب است؟ به خدا نمیدانم ینگه انتظار نشسته ایم. فرزنددار شدن همین طور است امیر. اول تولد شوند گفته انتظار میشوی بعد کی را میگردن کی گپ میزنند میگویی تو در کجا میگردی؟ یک ماه است که تو رو جستجو دارم. آخر معلوم است کارو بار کارو باری تو منم. با تو اینقدر پول دادم اما تو باشی برای برآوردن من انگشت را به هم نمیزنی. امروز پگو گفته کشاله میکنی. مگر این طور میشود؟ مرافع نوبتی معلوم شد خواستم آن را به تو گویم. با من نگر اگر این دفعه هم نبرایم به تو رحم نمیکنم. همش رو به پلیس نقل میکنم. اون پول رو به تو نمیبخشم. اگر در گلویت هم پنهان کنی با دستانم از گلویت میگیرم. خیر شد من رفتم. عصبهای شما در اینجا خیلی ویران شده است اما خواطر نشوید این دفعه به شبه هم میبرایید. به من باور کنید. پاسبان چی شد گونم؟ آن ادوکات فریبگرت آمد؟ همین که از اینجا برایم روزش رو سیاه میکنم. معلوم که پول رو خورده است اما من در فکر اونم که چطور باقی مونده پول رو حفظ کنم. تو پول رو یک طرف گذار و خودت رو نجات ده. اگر با او موند تو از اینجا نمیبروی. چی کار کنم؟ در داخل چهار دیوار محکمم. به هیچ کجا رفتن نمیتوانم. در بیرون یگان دوست نداری با اون ادوکات صحبت کند؟ اگر لازم آید چشمش رو ترساند. آها اگر این طور میشد. میدونی چی؟ وریز دختری من آمدگی بود. او کیست؟ نه اومده است. موقتی است. خدا از بلا نجات دهد. فرقش نیست. ما یک مسئله میکنیم. زنی خوب مینمایی. من با تو یردم میکنم. اگر روزی باشی. تو را هم. این نو اومده باشده.
تو و من چون در گذشته در میانی چهار دیواریم. چیکار میکنی؟ تقدیر؟ اما البته خیلی چیز تغییر یافته است. هیچ چیز مثل پیشتر نیست. همه دورویمون رو از دست دادیم. تو دخترت رو، من پسرم رو مگر میارزید. باز جزا. میدانی آن پول صاحب دارد. کانیکولیس تو کجا میکولیسی؟ چی شد کودک ها تولد شدن؟ مادر جان سلام. حالا تولد شدن انتظاریم. سلام. خوش آمدید آقای ایهن. چه حال داری دخترم؟ سلام. خوبم پدر، خوش آمدید. خوش باشه. انشالله هیچ ناخوشی نیست. از دهانت باید گپ‌های خوب براین پسرم. مبارک شود. صاحب دو دخترچه نازنین شده. تبریک میکنم. آفرین. صد شکر. چه خوشبخت. دو دختر تولد شد؟ بله، دوگانیک بودنش رو نمیدونستید. میدونستیم اما یک تاش رو پسر گمان میکردیم. تقدیم رو کسی به دست آورده نمیتواند. همسرم چه حال داره؟ خوبن خواطر نشوید. صد شکر. کمی دیرتر آنها رو به حجره میبریم. بعد آنها رو دیده میتوانید. مالش تشکر. مبارک شود. تشکر پدر جان. تشکر. مبارک شود. تشکر. مبارک شود. تشکر. صاحبی دو دختر شدم. بیبی چرا اینقدر گریه میکنن؟ ای خوب است شیشهایشان کشاده میشود پسرم. مادر جان اینها همیشه همینطور نمیمونده یعنی چی طور؟ یعنی شب و روز گریه نمیکردگیستن انشالله. خیلی چی شده است پسرم؟ پسرم آخر شرف 2 سال گریه کرد. نخواه. بله. تمام امیر. اکنون تو هم زود نوبتداری میکنی. نوبتداری میکنم اما اینها خیلی خوردن. من چطور اینها رو میدارم؟ من به شما یاد میدیم با بازیچه های من مانند. شیطان چه انا دیدی خانم نباهت تو کلان شده ای اپا شده ای اکنون تو با عمکت یاد میدی. خوب شد که خودتان تولد کردید. دیده چقدر زود به خود آمدید. تشکر با کمک شما البته. باری دیگر مبارک شود. تشکر زیاد. تشکر به شما. اپای فریده چرا کودک ها را نمیارند؟ حاضر میارند. خواطر نشب میارند. نکنی ای شیری نکنی منی. اینها رو بینم. خوب است. ای جانی من. جانکم. ای شیری نکنی من. خدا رو شکر. اینها از مایم؟ بله از ما. اینقدر شیرین نکن. مثل خواب است همینطور نه؟ آی چه خوب تو بیداری امیر. این کارها همین خیل هستن. وقتی که کودک ها تولد می شود ما رو پشت در می کنن. اینطور نگوید بیبی جانش. بینید جرین به شما چطور نگاه میکنه؟ می خندد خانم آسیه می خندد. اکنون گیریه رو سر کرد. جانی من
جانکم باز دخترکم گریه نکن جونی من گریه نکن وای گریهشون رو بینید. اکنون برای اینش لباسهای نو گرفتن لازم همتر نه یاسمن؟ از همه مهمتر نامی نو یافتن لازم. شد جانکم شد. یاسمن من قبلا در فکرم یک نام را داشتم. چی؟ البته اگر تو هم راضی باشی نیشه گذاریم چی؟ می شود. از یاسمن خبری هست؟ یگان چیز را فهمیدی؟ بله مبارک شود بابا شده اید. خانم یاسمن دو دختر تولد کرده است. دخترم خوب است. او را دیدی؟ یعنی از دور. کودک چی؟ در آنجا یک دکتر شناس بود از او پرسیدم. خواطر نشوید خوبند. دو دختر ها؟ مثل ما نیسا و یاسمن. من قدرشان را ندانستم. نفهمیدم که ثروت بی‌بهایم آنها بودند. این هفته مرافعه می شود خبر داری؟ میلش آقای ادوکت شد. برای گپ زدن نمی ارزد. هر کاری کرده باشم به گردن می گیرم. جزایش هرچی نباشد قبول می کنم. بیهوده تیاری نبینید آقای ادوکت. باوری دارید آقای غالب بعد پشیمان نشوید. الکی پشیمانم. اصلا معلوم است که اون پولها رو من خورده نمیتوانم. هیچ نباشد از اینجا رها یابم. آخر کسی ندارم گفته بودی. با کی زنگ میزنی؟ در فکر یک کس هستم اما کنی بینیم. نوبتی تو است گذر. کنی کشا آفرین. شربت رام نوش. الو کمال؟ بله شما کیستید؟ کمال من سمره. سمره؟ در حبسخانه نبودی؟ بله در حبسخانه‌ام. برای برآمدنم کمکت لازم است. نزدم بیا صحبت کنیم. گوش کن من دیگر با تو و پینار کاری ندارم. دیگر زنگ نزن. اگر میمورم گویی هم یک قطره آب نمیدیم. گوش کن به خاطر من نوایی برای خانم آسیه بیا. خانم آسیه؟ چه شد؟ الو سمره. او کی بود پدر؟ نه پرس دخترم دردی سرم. بیا کشو یگان کس کارت ندارد. گپم ناتمام موند. کنی گذر اگر همه میسی تو گپ زنه چی میشود؟ بیا گذر که حاضر جنجال میشود. این رو بین یک تاش خواب است دیگرش بدار جانم. ببخشید فریده یک دقیقه اینجا بیا. میلش این رو بین گویا میفهمیده باشده. خانم نباید این کودکو به شما مانندند. من هم گفتن میخواستم اما به طرفش کشیدن میخواهد میگویند گفته خاموش ایستادم. مثل من است. با چشم قاشش نگاه کن. عیناً مثل من است. بینه داخل. خیر چطور است؟ چی گویم خیلی زیباست. اون گردنبند رو چیکار کردی؟ اون رو پگاه میگیرم. در پسش نوشته جات فرمودم. اگر ببینی به تو پسند می آید. اگر به من میشد چیز دیگر میگرفتم. نخواست یک مشتری آمد و توصیه داد. یعنی اگر 40 سال باز فکر کنم از اون بهترش رو نمیابم.
اکنون مرا ظاهر کردم چی باشد؟ نه سورپریز. پدر بعد من رفته آقای خیریدین رو بینم. کودک ها او رو به قهوه خانه بردم. حاضر یک دنیا چیز میخرد. خیر میلش، روز بخیر. شما پدر و دختر چی مصلحت کرده ایستاده؟ هیچ. کودک ها خیلی زیبایند همین طور نی؟ تو هم کودکی ما هستی. بیا جونی من. مادر جونکی من. ببخشید حجره امیر افگل همین است؟ بله همین است. یک توفه فرستادم. کنی بینیم از کی باشه؟ خیر میلش بعد صحبت میکنیم. من هم کار دارم بعد وا میخوریم. چی شد؟ با کجا؟ مرحمت. تشکر. سلامت باشید. تشکر به شما. خوش باشید. تشکر. خیر باشد. چه خیلی توفه زیبا. از امنیت است؟ نمیدانم میبینیم. تبریک میکنم برای حساب را برابر کردن. 2 افگیل دیگر تولد شد. پینار. امیر چیکار میکنی؟ یک ناکسی منفور فرستاده است. با او مناسبت همان خوب نیست. خیلی خوب. معلوم است که آشتی کردن میخواهد. نه ینگه لازم نیست. ابای فریده التماس فهمید چی شده باشد؟ مایلش جانکم. مادر جان شما با یوسمان مونید من حاضر می آیم. میلش. الو سلیم حاضر به تو سراغای یک قنادی را میدیم. رفته پینا را پیگیری کن. ثبت‌های کامراهایشان را نظارت کن. هرچی بگم اجرا کن سلیم. این دردسر باز پیدا شده است. پینار فرستاده است. ینگه التماس به هیچ کس نگویید. به یاسمان هم تماما نگویید. البته نمیگویم. اکنون چی کار میکنیم امیر؟ همش از اول شروع میشه. من به این هم انتظار بودم. خاموش و بی صدا بودن او به بلا نبود. یگان اغوای دیگری، یگان نقشه ناپاک دیگری دارد. انگشترین رو هم او گرفت. چه خیلی انگشتری؟ این صبح در نزد شرف بودم. 1-2 دقیقه از برش دور شدم. بعد آمده دیدم که انگشترین نیست. انا دیدید اینها همه عملهای پینارند. آقای چنگیز چرا بر وقت آمدید؟ کارت چی؟ با تو حسابات دیم؟ البته نه اما مجلس داریم گفتید. مجلس نیست. این هفته تمام نقشه ها رو بیکار کن. بخیر است یا اینکه یگان ناخوشی رخ داد؟ تو گفتم را اجرا کن. باز شیفته هواپیما آماده کن. 1-2 روز پس میروم. کسی نزدم ندارد. فهمو؟ خوب شد است جناب. مرحمت خانم. چنگیز رو جغ زن زودتر بیاید. آقای چنگیز هوا آمدند خانم. با چشمانی خودم در آمدنش رو دیدم. زود جغ زن وگرنه اینجا رو به سر چپه میکنم. میلش خانم کی میپرسد گویم؟ صاحبی پولگوی. خدایا این دردسر مرا رها نمی کند. جناب شما را به من گوش کن. آقای چنگیز نیستند. کاری کرده جوابش ده. آقای چنگیز در اتاقشان نیستند خانم. گوش کن. با او گویی که برایت نباشد همه رو با پا میخیزونم. یک بار دیگر میسنجم. جناب دمت را گیر. شنیدم. به بیرون فرست. تو برآمده رو. در اینجا نیست.
رو. آقای چنگیز شما را در اتاقشان انتظارند. کدامش؟ دری آخران. مرا با چهار چشم انتظار است. چرا به اینجا آمدی؟ ها؟ تو را در همه جا میخوابند. تو سری مرا به بلا گرفتار کردن میخوای ها؟ به این هم سرت در بلا است. تو چی ها میگوی ها؟ چنگیز زود پول رو برار. کدام پول؟ من پول مول رو نمیدانم. یعنی مادرم به تو چیزی نگفته است همینطور؟ برای ثواب ادوکاتش شده ای؟ ما دوستانی دیری نیم. اما چونانه که میبینم هیچ چیز مثل پیشینه نیست. اتاق زمانوی، راحت کرسی ها، لباس های اروپایی، همش تغییر یافته است. معلوم می شود که در این بین دوستی همون هم تغییر یافته است. این رو بینا حتی دروغگویی رو هم سر کرده ای. پینار، مادرت واقعه رو نقل کرد، اما درباره پول چیزی نگفت. شاید آن را تو گرفته ای؟ اگر اون پول در دستم می بود اینجا چی می گفتم ها؟ گوش کن، مرا به این کار همراه نکن. فهمو؟ هر چی در بینتان از خودتان حل کنید. بین هم ادوکاتی مادرت را بس میکنم. دیگر به اینجا نآی، مرا ناراحت نکن، وگرنه تو را به پلیس میسپارم. سخنی آخرینت همین است؟ همین. من میروم، اما اگر اون پول رو به گلویت زیر نکنم نامم پینار نباشد. همیشه راه دویم هست. میدونستم که میوی. هاپ آن صمیمیت پیشینه نیست. نامی آسیه را گرفتی آمدم، وگرنه پایم را نمیگذاشتم. مادر و دختر در که مرا چطور پراندید فراموش نمیکنم. خدا خواستم مانع شوم، گوش نکرد. انسانی که مادرش رو در نیمه راه گذاشته است به تو رحم میکند کمو. گریه را بس کن و سری موضوع بیا. ما هر دویمون در این کار شریک هستیم. بهتر از همه تو مرا میشناسی. در اول هیچ فکری بدی نداشتم، تنها نقشه داشتم انتقام بگیرم. اما حالا دستانم پر از خون هستند. به همش پینور گناهگار است. خب لیکن همه اینها به خانم آسیه چه علاقه دارد؟ در کنج حبسخانه پوسیده میروم. به من کمک کن کمال. من جای پولهای را که از آسیه گرفتم به تو میگویم، در عوضش مرا برار. من نه پلیسم نه ادوکات، تو را چطور برارم؟ از خانم آسیه طلب کن، او تو را گوش میکند. به این هم دخترش را یافته است. اگر او پولش را بازگرداند با من چی حسابش میماند؟ گویی که پشیمان است، بخشش میپرسد. پینور او را هم فریب داده است. کمال چی میگویی؟ پگو اون نکاح دارد. اگر برده پولها را دیام خیلی خورسان میشه. بله، وقتش است. تو از او دشت میبرای کمال، مرا نجات ده. اول راست گفتنت را میسنجم. پولها در کجاست؟ اینش خیلی مشکل است. در دست چنگیز. چنگیزی ادوکات؟ آخر از بدن و جان انسان روحش رو میدوزدد. من از او پولها رو چطور میگیرم؟ از دهان خودت برآمد. بدزد. در خانه قنادی کامرای نظارتی نیستند، اما شخص سپارش دهنده را به خاطر آوردند. یک مرد 35 ساله. مرد 35 ساله؟ پس او پینور نبوده است؟ نه، معلوم می شود که برای خودش شریک یافته است. خیر رویش را در خاطر دارند؟ نه، ندارند، اما در پشت دستش نقشی بوده است. او را از همان به خاطر آوردند. چه خیلی نقش؟ یک ساعت قومی.
خوش آمدید. خوش باشید خاله، خوش باشید. کودک ها چه حال دارند؟ صحت و سلامتند؟ با خدا صد شکر خوبند. هم نبیرهایم و هم کلینم خوب هستند. خدا را شکر. خدا از چشم بد نگاهشان دارد. آمین آمین. بچه ها دست رویتون رو شسته، لباسویتون رو عوض کنید. مالش مادر جون. من هم با آشخانه رفته یگون چیز پزم. من هم نمازم رو خونده می آیم. مایلش. امروز به تو چقدر ناحقی کردنم را باری دیگر فهمیدم. یاسمن با کودک‌های چه خیلی خرسند بود. تو با گناه من این خرسندی را احساس نکردی. تو غمگین نشوی هم. تو دیر باشد هم به وعده‌ات وفا کردی. تو با من هستی. دخترم با من است. تو در برم هستی. نبیره هایم در اطرافم. از این دیده خوشبختی می شود. مال و ملکم، هر چیزی که داشتم از دستم رفت. اما این مهم نیست. مهم آن است که شما با منید. بله همینطور. آینده همون خوب می شود. انشالله روزهای خوب رو می بینیم آسیه. حالا می بینی چقدر خوشبخت می شویم. ها، پگاه تو را به یک جا می برم. به کجا؟ وقتی که رفتیم می فهمی سورپریز. تیک تاک تیک تاک تیک تاک تیک تاک. خاله جان، شما امروز از خانه نبر آمده بودید؟ نه دخترم، در همین جا بودم. امروز یگون کس به خانه آمده بود؟ نه اومده است. یک کمی خواب رفتم. اگر همان وقت در رو تق تق کرده باشند شاید نشنیدم. چی شد دخترم؟ یگون کس باید می اومد. نه همین طور پرسیدم. فریده چی کار میکنی دخترم؟ پرده و در رو پوشیده ای. دیلم تنگ شد. کشو آخر کشو. مادر، به شما یک چیز رو میگویم، اما التماس با پدرم و دیگران حالا هیچ چیز نگویید. مایلش چی بود است؟ پینار باز پیدا شده است. چی؟ امروز در بیمارخانه بودم. شیرینی فرستاده است.
بعد دیدم که انگشترین شرفم نیست. به خانه آمدم، انگشترین در حجره‌ام. کدام حجره؟ در همین جا؟ بله. چطور این کارو کرده است نمیدونم. مادر جون باید با دقت باشیم. ای باز به شرفم ضرر نرسونه، به جانش قصد نکند. نه امیر خبر دارد، او کارهای ضروری رو میکند. خدایا دو روز خرسند شویم گفتیم این هم در گلویمون درمون، باز ما رو ناراحت میکند. در جیوان را کشاده گذاشتند. خدا کند و سیف هم کشاده باشد. کو کمال جان. فهما کارمان در راز است.